سلام بچه ها، این کیک یحلایی خوشگل تو تابه درست کن. اول تخم مرغ و شکر و وانیل با همزن برقی 5 دقیقه میزنیم، بعد بهش روغن مایه، بعد هم شیر رو اضافه میکنیم. در آخر هم مخلوط آرد بیکینگ بود و الک میکنیم و هم میزنیم. کیک رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم، به 1 قسمت رنگ سبز و به 1 قسمت هم رنگ قرمز اضافه میکنیم. تابتون رو چربارک پاشی کنید، همزمان 2 مایه کیک رو داخلش بریزین، روی شعله پخش کن قرار بدین. 40 دقیقه طول میکشه بپزه، درش هم حتما ببندین. بعد که خنک شد از تابه بیرون بیارید، کناره های کیک رو ببرین، وسط هم برش بدین. بین کیک من خامه فرم گرفته قنادی گذاشتم و لایه قرمز هم روش قرار دادم و برش شدم. بافت کیک فوق العاده نرم و پنبه‌ایه. آخرم با شکلات اشکی تزیینش کردم تا شبیه کیک هندوانه بشه. نوش جان.